از چیه امروزمون میشه داستان برنامه امروزمون خوش کردم ولی واقعا میخوام سلام خداحافظ. مرسی. آره به من گفتن اتفاقا اومدن. خب کجا بذاریم؟ بذار یکی بپرسیم. A few moments later. با تلاش های فراوان زغالمون رو الهه خانم درست کرد. بریم برای املت. واقعا آشپزی تو طبیعت خیلی حال میده. دستشمو درد نکنه. آماده برای املت. یه خانم کدبانو داریم اونجا. تمام این زحمت ها رو کشیده. نه خواهش میکنم. تو دامنم. یه چیز اون اینا چه چیزایی گرفت؟ اونو نشون بده. خیلی بامزه. عاشقتم لیلا. اینو چه خوشگل درست کردی. خب اینم که غذامون. الان میخوایم یکم قیافی بازی کنیم. بریم بچینیمش کنار دریاچه برای ولاگ نه برای اینستاگرام. لیلا نیا. لیلا خوشم. مدیونی نگه فکر کنی سفره خوشگلم. خدایی خیلی خوشگل شد سفره. خیلی اینا خیلی گوگولی هن. آره گوگولی خیلی قشنگ درست کرد. دور این دریا که تعاقبان داره. الان بگی دیگه قرد بکنم پرد نه ببین نگاه کن اگه اول می‌اومدیم یه نون پنیری می‌خوردیم. من یه سال انتظار من مثلا باید چی بشه که نه آخه میادیم در بچه ها بارون گرفت مجبور شدیم همه جمع کنیم. هیچ نتونستیم بخوریم. تا اومدیم بخوریم بارون شد. هیچی دیگه باید جمع کنیم. انقدر درگیر عکس و فیلم شدیم به خاطر همین دیر شروع کردیم بخوردن. بارون میاد. نریم بریم حداقل تو ماشین نشیم یه جای سایبون تو پیدا کنیم. نه دروغ میگن نه اینجا دیگه. فقط بشنوی لیلا
بچه ها ما جمع کردیم وسیله همونو که بریم، بارون گرفته بود. بعد که اومدیم بریم بارون قطع شد. خربازه بخوریم. فقط میخواست که ما وسیله همونو جمع کنیم. من فقط بیام جلو. خب بچم. خیلی اینجا خوشگله واقعا. خوب شد نرفتیم، ما داشتیم میرفتیم بارون یهو گرفت. جمع کردیم همیشه که بریم ولی خوب شد که موندیم چون بارون قطع شد، اصلا آفتاب شد. خیلی خوشگله اینجا. صدای پرنده رو میشنویم.